یک دقیقه وقت داریم. نیم ساعت دیگه. شما ساعت 8 نیم با من فکر کنم تمام شد وقتمون. برادران ارجمند عذر میخواهم. 3 دقیقه 5 دقیقه از وقت من گذشت. این پاسخهای سخیداد رحمتالله زاده رئیس نوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان با روزنامه‌نگاران در نشست خبری 4 فوریه در شهر دوشنبه است. نشستی که به نمایندگان رسانه‌ها در 6 ماه یک مرتبه امکان می‌دهد تا به سوال‌های خود پاسخ گیرند. از جمله سخیداد رحمتالله زاده به سوال روزنامه‌نگاران درباره نام‌های بحث برانگیز بعضی از اداره‌های دولتی از قبیل نقلیات خدمات رسان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی که این نام‌ها کی اصلاح می‌شوند چنین جواب داد. در به این مسئله‌ها کمیته زبان و اصطلاحات کاربری کرده شده است. با توجه به اینکه وقت ما تمام شد، ما در این مسئله کاربری کرده شدم. باور دارم که همه این مسئله ها جای خودش می‌یابد، حل خودش می‌یابد و هیچ چیز به نظارت نیست. نظارت شده است، بررسی شده است. این مسئله ها حل می‌شوند. ثق نشوید. تشکر. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان یکی از نهادهایی است که فعالیت آن از جمله در شبکه‌های اجتماعی همیشه مورد انتقاد قرار دارد و با آمدن سخیداد رحمتالله زاده به راهبری آن کاربران اظهار امید کرده بودند که مشکلات در ساحه زبان حل خود را خواهند یافت. امید جیهانی زبانپژوه تاجیک مقیم مسکو میگوید یکی از سبب‌های اصلی حل خود را نیافتن مشکلات زبان در تاجیکستان این شیوه مدیریت، انتصابی بودن راهبران و به تاثیر بودن خود کمیته زبان و اصطلاحات کشور است. به نظر می رسد که زور این کمیته با نهادهای دولتی نمی رسد و از این رو دامن رستوران ها را گرفتن که چرا منیوشون به زبان تاجیکی نیست یا نامشون به زبان خارجی است. خب اینا اول باید نهادهای دولتی را مجبور به تاجیکی سازی نامهایشون کنند، بعد از اون بروند دنبال رستوران ها و دیگر مؤسسه های خصوصی. کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان سال 2009 تأسیس یافته، وظیفه آن به تنظیم در آوردن معیارهای زبانی در کشور است. در این مدت چند بار راهبر آن عوض شده است.